سلام خدمت دوستان عزیز. خیلی خوشحالیم که در این ویدیو در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله که حال دلتون خوب باشه و ما بتونیم با مشاوره ها و توضیحاتی که در این ویدیو میدیم شما را به آگاهی نسبی برسونیم. با ما همراه باشید. در این ویدیو توضیح میدیم که سیگار کشیدن چرا انقدر ترک سیگار کشیدن سخت هست و اینکه چه کسانی میتونن خیلی راحت تر سیگار رو کنار بذارن، چه روش هایی رو امتحان کنن و همینطور احتمال ترک تضمینیشون بیشتر هست. ببینید دوستان، بیشتر افراد فکر میکنن مشکل ترک سیگارشون فقط نکوتین هست، چون نکوتین به بدنشون نمیرسه یا کم میرسه و باید این نکوتین رو از سمت سیگار تامین کنن، نمیتونن سیگار رو کنار بزنن. اما در واقع اینطور نیست. در مورد غده نکوتین و غددهای دیگه توی ویدیو اختصاصی صحبت میکنیم، حتما تو چنل میذاریم و بهتون اطلاع میدیم. اما اینکه ترک سیگار غیر از نکوتین فاکتورهای دیگه ای هم داره. ببینید اگر 50% راه رو نکوتین فرض کنیم، 50% دیگه میشه عاداتی که داریم. عاداتی مثل سیگار کشیدن هنگام رانندگی، سیگار کشیدن بعد از غذا، سیگار کشیدن بعد از فعالیتی، حالا مثلا کارمون، کار روزمرمون و چیزایی که افراد سیگاری بهش وابسته هستن و وابستگی جسمی به نکوتین این عادات نام داره. یه جورایی مثلا جسم ما به نکوتین سیگار، اینکه سیگار رو در حد سرگرمی ببینیم و سیگار باید تو دستمون باشه. نکوتین سیگار میشه گفت که یکی از چند مواد مضر درون سیگار هست. سیگار مواد مضری مثل قطران، مثل مونوکسید کربن، مثل خاکستر، مثل دود کاغذی که به واسطه اینکه دور سیگار پیچیده شده و داره استعمال میشه میسوزه، اینا همه دارای ضرر هستن. کسانی احتمال بیشتری دارن برای ترک سیگار، یعنی احتمال موفقیت بیشتری دارن که تصمیم جدی داشته باشن. ببین دوستان، برای هر کاری بهتر اینه که اراده محکمی داشته باشی و این اراده با تصمیم گیری جدی راجع به چیزی با هم وقتی مشترک باشن و با هم ادغام بشن، خب 100% نتیجه بهتری خواهد داد. کسانی که بیان مثلا جایگزین سیگار دستگاه‌های الکترو اسموک، دستگاه‌های برقی، دستگاه‌های شارژی رو استفاده کنن که پیشنهاد ما هم هست، آدامس ها رو استفاده کنن، داروها رو استفاده کنن. اما همزمان با این که دارن مثلا ویپ رو مصرف میکنن، ویپینگ رو انجام میدن، سیگار رو هم بکشن، خب این افراد 100% موفق نیستن و تنها افرادی موفقن که سیگار رو به طور جد کنار بذارن، حالا جایگزینه رو برای خودشون بیارن، اما به این شرط که تدریجی میزان نکوتین رو کاهش بدن تا به 0 برسونن. یعنی چی؟ یعنی که ببینید تو دستگاه‌های ویپوپاد مایعی استفاده میشه به نام سالت و جویس که این مایع هست، این یه مدل از مایع هست. درست شد؟ این مایع ها مثلا مایع سالت که به افراد سیگاری پیشنهاد میشه دوستان، نکوتین های مختلف داره، یعنی درصد نکوتین ها و میلی گرم های بالا پایینی داره. مثلا روزهای اول فرد از نکوتین 50 که بالاترین سطح نکوتین هست شروع میکنه، هفته اول رو که گذروند میاد به نکوتین 30، بعد 25، بعد 15، هی میتونه پایین بیاره و باید اگر میخواد موفق باشه پایین بیاره تا به نتیجه مطلوب خودش برسه.
در ادامه کلیپ با ما همراه باشید و نکات رو به گوش برسید. خب دوستان، یه نکته رو خیلی کوتاه خدمتون عرض کنم. هدف ما و هدف کانال ما نه فروش محصول هست صرفاً و نه اینکه بخوایم شما رو تشویق کنیم که به سمت دود برید یا فلان یا نه. ما آگاه سازی شما و بهترین جایگزین و با این روند دارم میگم ما باید تدریجی به صفر برسونیم این روند. یعنی اینکه اگر هم ویپینگ را استفاده میکنیم این ویپینگ هم به مرور کنار بذاریم حتی. پس کانال ما این نیست که آره کانال نفس آزاد اومده که فقط محصول بفروشه. خیر، ما پیشنهاد میکنیم حتی از ما محصول نخرید و ما فروشگاه‌های معتبری رو تو کشور خودمون ایران بهتون معرفی میکنیم تا ازشون خرید کنید. اما اینکه ما اومدیم تخصصی در مورد یکی از بهترین جایگزین ها که واقعا درصد خیلی بالایی جواب گرفتن با شما صحبت کنیم، به شما مشاوره بدیم تا شما بتونید تو مسیر ترک سیگار خیلی موفق تر بشید. خب دوستان، 100% که من نیومدم اینجا بگم ویپ سیگارها ضرر دارند و ویپ ها ضرر ندارن، پادها ضرر ندارن، الکترو اسموک ضرر ندارن. خیر، اصلا اینطور نیست. ببین دوستان، این سالتی که تو دست من هست دارای مواد شیمیاییه، اما اختلافش با سیگار اینه که سیگارها چند نکته رو دارن. سالت ها فقط نکوتینه که در موردش صحبت خواهد شد، در موردش حتما صحبت میکنیم. اما اینکه سیگار نکوتین رو داراست، قطران داره، مونوکسید کربن داره، خاکستر داره و دود تولید میکنه. دوستان، فرق بزرگ بین سالت و سیگار و توتون سیگار اینه که سالت ها مایعی هستند که با دستگاه به وسیله های دستگاه ویپ و پاد بخار میشن و ما داریم بخار رو استعمال میکنیم. اما سیگار داره به وسیله سوختن کاغذ و توتون سیگار داره دود میشه و این دوده که ما داریم استعمال میکنیم. اینا با هم خیلی فرق دارن. این دود با مونوکسید کربن ترکیب میشه و وارد بدن ما میشه. مونوکسید کربن چیه؟ مونوکسید کربن همون دودیه که از اگزوزهای اتومبیل ها بیرون میاد متاسفانه. و قطرانی که سیگار داره، قطران چیزیه که از بدن ما دفع نمیشه متاسفانه و بیماران ریوی که به واسطه سیگار به این بیماری دست پیدا کردن، من نزدیکانی دارم که حتی به وسیله سیگار نزدیک به 70% ریه خودش رو طرف از دست داد. مشکلش فقط سیگار کشیدن، چون این قطرانه به ریه، به محفظه بدن، به حساب بدنی ریه ما میچسبه و جدا شدنی نیست و دائم داره این ضرر رو به ما میرسونه و مثل یه خوره به جون ریه ما میفته و بعد بقیه قدرت رو نابود میکنه متاسفانه. اما دستگاه های ویپوپاد تنها ضررشون اینه که مواد شیمیایی که داخل سالت ها هست داغ میشن، به وسیله دستگاه ها داغ میشن، بخار میشن که تو قسمتی از ویدیو حتما دستگاه ها رو معرفی خواهیم کرد، تو چنل آپلود میکنیم و جز به جز پیش میریم تا به شما ثابت کنیم این رو. از لحاظ علمی هم ثابت شده که نزدیک به 70 الی 75% ضرر دستگاه های ویپینگ مثل پادماد، الکترو اسموک و ویپ کمتر از سیگار و قلیون هست. حالا ما تو این ویدیو داریم تخصصی در مورد سیگار صحبت میکنیم، در ویدیوهای بعدی مثل همیشه در مورد قلیون هم حرف خواهیم زد. اما اینکه این مایع همونطور که گفتم فقط داره بخار میشه و به وسیله بخار نکوتین رو به بدن ما میرسونه.
خب با ما همراه باشید در ادامه ویدیو و چند نکته دیگر رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. خب دوستان، همونطور که گفتیم پس دستگاه های ویپ و پاد و دستگاه های ویپینگ و الکترو اسموک هم بی ضرر نیستن، فقط ضرر کمتری نسبت به سیگار دارند و به نظر من قابل کنترل هستند. اون از همه این ضررها که بگذریم، ببینید واقع بین باشیم دیگه، اون بوی بد سیگار رو میتونیم دیگه نداشته باشیم، اون به حساب کثیف کاری سیگار رو میتونیم نداشته باشیم و اون خاکستری که سیگار داره، منظورم سوختن کاغذه نیست، خاکستری که موجود در دود سیگار هست رو میتونیم به بدن خودمون وارد نکنیم و با استفاده از دستگاه ها که این یه نمونه از دستگاه های پادمات هست، میتونیم خیلی راحت جایگزین کنیم این دستگاه ها رو. اما بازم میگم به شرط این که تصمیم جدی داشته باشیم و به دنبال کم کردن تدریجی نکوتین و کنار گذاشتن حتی همین دستگاه ها باشیم تا ما بتونیم اگر 70% راه رو با این دستگاه پیش میریم، 30% بقیه هم با کنار گذاشتن این دستگاه پیش بریم و زندگی سالم و نفس آزادتری داشته باشیم. خب اینجا اومدم بگم که ببینید دوستان، ویپ و پاد و ویپینگ معجزه نمیکنه. گفتم بهتون من هدفم فروش محصول نیست و حتی معرفی میکنم تا شما از فروشگاه های دیگه خرید کنید. اگر دوست داشتید ما در خدمتتون هستیم با پشتیبانی 24 ساعته و مشاوره رایگان. اما اگر هم دوست داشتید از جای دیگه خرید کنید، ما فروشگاه های معتبر دیگه رو بهتون معرفی میکنیم تا از اونا خرید کنیم. هدف ما فقط زندگی سالم و آگاه سازی شما نسبت به دستگاه هایی هست که این روزا ترند شده. و یه نکته دیگه هم که هست، متاسفانه اونایی که حتی سیگاری هم نه، آقایون و خانوم هایی که حتی سیگاری نبودن، قلیون نمیکشیدن، این دستگاه ها رو به عنوان یک دستگاه تفریحی دارن استفاده میکنن که واقعا متاسفم، چون دستگاه ها دارای حتی ویپ ها که دارای نکوتین کمتری هستن، باز هم حداقل 2 میلی گرم نکوتین دارن و اونها دارن نکوتین وارد بدن خودشون میکنن که انشالله همه و همه زندگی سالم تری رو داشته باشیم. پس گفتیم دستگاه ها معجزه نمیکنه و به تنهایی کسی رو ترک نمیدن. اون کسی میتونه ترک کنه که اراده داشته باشه، برنامه داشته باشه، به دنبال کاهش تدریجی نکوتینش باشه و همچنین آگاه باشه نسبت به کاری که داره انجام. این خیلی مهمه دوستان. ببینین سالت ها و جوز هایی هستن، دستگاه هایی تو بازار هستن متاسفانه که ضررشون میتونم بگم کمتر از سیگار که نیست، بلکه چندین برابر بیشتر از سیگار ها هستن. و اگر آگاه نباشیم و یک خرید اشتباه رو داشته باشیم و یک استفاده غیر اصولی، ببین استفاده از این دستگاه هم اصول خاص خودش رو داره و اگر استفاده غیر اصولی داشته باشیم، اون هم موجب این میشه که ما حتی ضرر بیشتری رو به خودمون برسونیم نسبت به سیگار. در ادامه با چند نکته دیگه در خدمت شما هستیم. گفتیم که سیگار دارای چه مواد مضری هست و اینکه چه چیزی بهترین جایگزین به نظر ما. حتما دستگاه‌های ویپینگ جایگزین بهتر، آسونتری هستند برای ترک سیگار، به شروطی که گفتیم: کنار گذاشتن نکوتین به صورت تدریجی و همینطور اینکه اصطلاحاً دوگانه سوز نشیم. ببینید دوستان، اشتباه اینه که ما به جای اینکه بیایم سیگار رو کنار بذاریم و جایگزین کنیم ویپ ها رو،
بیایم از ویپ ها به عنوان یک مواد دیگه استفاده کنیم. یعنی سیگار رو استعمال کنیم، ویپر هم استعمال کنیم. خب ببین این خیلی ضررش بیشتر میشه و پیشنهاد ما اینه که هم به سیگار کشیدن ادامه بدیم. دوم از اون اینه که ویپ ممکنه ابزار آسون تری باشه اما بی ضرر نیست. در ادامه خواهیم گفت که چگونه بتونیم حتی ضرر رو تا جایی که میتونیم کمتر کنیم، چون استفاده غیر اصولی میتونه ضرر رو دوچندان کنه. و دوستان خدمتتون عرض کنم اگر تا امروز سیگار میکشیدی، این اول راه قرار نیست که هزینه های هنگفت کنی، دستگاه های خیلی خیلی گرون رو بخری. خیر، دستگاه های گرون ارزون همه دارن یک کار رو میکنن، اما اورجینال بودن دستگاه مهمه و استفاده اصولی از دستگاه و انتخاب مایع درست. این چند نکته باید رعایت بشه که هر کدوم رو توی ویدیو اختصاصی به شما توضیح خواهم داد. در ویدیو بعدی در مورد این صحبت میکنیم که اگه روزی یه پاکت سیگار میکشیدی چه نوپاد و چه مقدار نکوتین سالت باید استفاده کنی، از چه جاهایی میتونید تهیه کنید که معتبر باشن و مورد تایید باشن، چطور اشتباه انتخاب نکنید. چون میگم ما سنمونه کوتاه بگم بهتون، سنمونه دستگاه داریم، ویپ، پاد و پادمات. هر کدوم از این دستگاه ها برای افراد مشخص و افراد به خصوص خودش ساخته شده و هر سه دستگاه مثل هم این اشتباه رو نکنید که بگید هر سه دستگاه یکی دیگه همه داره دود میکنه. خیر دوستان، باید اصولی استفاده بشه و هر دستگاه برای شخص منحصر به فرد خودش. اگه ویدیو براتون مفید بود با دوستان خودتون به اشتراک بذارید، ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید، سابسکرایب و زنگوله بغل ویدیو رو بزنید تا با انتشار ویدیو جدید با خبر بشید و جزء نفرهای اولی باشید که ویدیو ما رو میبینید. خیلی خوشحالیم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. انشالله که موثر بوده و تاثیرگذار بوده باشه. سوالات تک تک شما عزیزان پاسخ داده میشه و هر سوالی دارید تو کامنت ها بپرسید و پیج اینستاگرام رو هم تگ میکنم تو کامنت ها، تو کامنت اول میذارم و اینستاگرام ما رو هم دنبال کنید. خیلی ممنونم ازتون. با تشکر. چنل نفس آزاد مجموعه پادشاه.